سلام، عرض خسته نباشید. امروز 12 اردیبهشت سال 1405 عذرخواهی میکنم که هفته قبل نتونستم در خدمتتون باشم. یه مرور کلی بکنم. ما هفته گذشته در مورد کلیت سیستم حرف زدیم. کلیت نگاه سیستمی در مورد تحلیل منابع آب رو راجعش صحبت کردیم. قرار گذاشتیم که دیگه هر سیستمی که راجبش حرف میزنیم یک مثالم در مورد اون بگیم. مثلا ما الان سیستم مخزن رو در موردش حرف زدیم، قرار شد که یک مثال رو بگیم. دم دست این مثالی که وجود داره بر سیستم مخزن بهینه‌سازی بهره برداری از نگاه LP Linear Programming. من گفتم که گام اولمون این هستش که به سیستم شناخت پیدا بکنیم، بعدم اپروچمون رو انتخاب کنیم بر اساس شناختی که از سیستم داشتیم. خب اگر سیستم ما یک سدی باشه و قرار باشه دنبال این باشیم که نسبت بهره برداری اون یک سیاستی، یک پالیسی داشته باشیم، یکی از کارها این هستش که با لینیر پروگرامینگ برنامه ریزی داشته باشیم، یعنی سیستم رو ترجمه کنیم به برنامه ریزی خطی و اون رو بهینه کنیم. یک تابع هدف و چند قید. این یک اپروچ برای مسئله مخزن و مسئله سیستم مخزن که ساده ترین دیدگاهی که وجود داره برای بهره برداری از مخزن همین نگاه لینیر پروگرامینگ. چرا میگیم لینیر پروگرامینگ؟ برای اینکه متغیرهای تصمیم ما و تابع هدف ما به صورت خطیه. متغیر تصمیم اون چیزی هستش که دست ماست، یعنی ما میتونیم زیاد و کمش بکنیم و حالتی که برامون اپتیموم هست، بهینه هست ایجاد میشه. ما با یه همچین چیزی میگیم متغیر تصمیم. الان توی این مخزنی که شما دارید ملاحظه میکنید، این خب شکل شماتی، این شکل حالا مثلا گرافیکی مخزن خیلی ساده، اینم شکل شماتیکی مخزن هستش که خب جلسه پیشم راجع به مسئله صحبت کردیم. اگه بخوایم متغیرهای یک مخزن رو راجعش حرف بزنیم، یه آورد داریم، اینفلو داریم که این دست ما نیست، دست طبیعت، که اینجا با آی تی من نشون دادم. یک تبخیر از سطح مخزن داریم و بارش بر سطح مخزن داریم که این هم باز دست ما نیست، دست طبیعته. اون چیزی که دست ما هستش ریلیزه و این رو میتونیم تغییر بدیم به گونه ای که هدف ما بهینه بشه. خب هدف ما چی میتونه باشه؟ اهداف مختلفی میتونیم برای این موضوع تعریف بکنیم که حالا میریم و ساده ترین مسئله رو با هم دیگه بررسی میکنیم. اینجا اگه سوالی هست، فقط من یه توضیح هم بدم که خب اونجا اسم گذاری کردیم، چون که ما در اسلاید بعدی میخوایم در حقیقت بعد از اینکه اپروچمون مشخص شده میخوایم به زبان ریاضی فرموله کنیم، یعنی سیستممون رو میخوایم به ریاضی ترجمه کنیم. باید یک سری علائم رو برای خودمون تعریف کنیم که اون ترجمه ریاضی راحت‌تر نوشته بشه. تی اندیس دوره هست. مثلا ما میخوایم برای 12 ماه بهینه‌سازی رو انجام بدیم، یک بهینه‌سازی ماهانه و برای یک سال یعنی 12 ماه. پس آیتی یعنی آورد رودخانه در دوره تی. استی یعنی استوریج مخزن در دوره تی. پی تی میشه بارش مستقیم بر مخزن در دوره تی. ای وی اواپوریشن مخزن مستقیم از سطح مخزن و آر تی ریلیز. چند تا مسئله رو ما باید با هم بررسی کنیم. یکی اینکه مستحضر هستید که ما باید یک ترجمه صحیح از سیستم مخزن به ریاضی داشته باشیم. جلسه گذشته صحبت کردیم. یکی از مسائلی که باید بررسی کنیم این هستش که مثلا حجم مخزن هیچ وقت نمیتونه کمتر از مقدار مینیمم باشه. گفتیم که یک مقدار مینیمم داره مخزن که همون مقداری هستش که قراره مثلا در طول مدت بهره برداری از مخزن از رسوبات پر بشه. از ماکسیمم نمیتونه بیشتر بشه، همون کپاسیتی مخزن هستش.
متناظر با این دوتا قید دیگه هم وجود داره که در حقیقت ارتفاع مخزن از یک ارتفاعی نباید کمتر باشه و از یک ارتفاعی نباید بیشتر باشه. یعنی HT ارتفاع مخزن از H ماکسیموم نباید بیشتر باشه و از H مینیموم هم نباید کم باشه. علت اینکه H مینیموم وجود داره معمولاً به خاطر این هستش که اگر ما پنستاک، یعنی همون لوله‌ای که آب رو از سد میگیره و به سمت نیروگاه میبره، در الیویشن های پایین مخزن داشته باشیم، باید یه حداقل ارتفاعی رعایت بکنیم که همیشه بتونیم از اون آبگیری انجام بدیم. معمولا این H ماکس توی تمام مخازن وجود داره. تا به هدفمون چی باشه؟ ساده ترین تا به هدفی که وجود داره ماکسیموم کردن ریلیزه. یعنی اینکه ما یه جوری متغیر تصمیممون که همون اون ریلیزه یک جوری بهینش کنیم که مقدار ریلیزمون ماکسیموم بشه. این ساده ترینه. با یک شرطی این نوشته شده. با این شرط نوشته شده که ارزش و بهای ریلیز در تمام دوره ها یکی باشه. اگر ارزش آبی که ما داریم خارج میکنیم از مخزن در دوره های تی مختلف باشه، ما مثلا یه چیزی مثل بی تی باید در این آرتی ضرب بکنیم. در حقیقت بنامون روی اینه که ما آب پشت مخزن رو بفروشیم. حالا تو کشور ما یه همچین چیزی مرسوم نیست چون اقتصاد تقریبا دولتیه، ولی اگر این سد رو همون سد احمد رضا باشه تو افج هفته پیش ساخت، قرار اون ساخته دیگه هفته پیش 2 میلیارد متر مکعب آب داشت توش، قراره که اون رو بهینه کنیم و سودمون رو که از آبی که داریم میفروشیم ماکسیموم کنیم. توی دورهای مختلف ممکنه قیمت آب متفاوت باشه، برای همین یک بی پشت این میاد که قراره اون رو ما ماکسیموم کنیم. اهداف دیگه هم وجود داره که من حالا جلوتر راجبش حرف میزنم. اینی که ما الان داریم راجبش حرف میزنیم یعنی بهینه سازی بهره برداری مخزن سد، فعلا یک مخزن تک هدفه هست، فقط ریلیزش برای ما مهمه. خب قیدهامون چیه؟ قید اول قید پیوستگی جریان هست. توی هر دوره ST به علاوه 1 یعنی حجم دوره در انتهای حجم مخزن در انتهای دوره برابر میشه با حجم مخزن در ابتدای دوره به علاوه آوردی که ما داشتیم. حالا اگه بارش مستقیم داشته باشیم باید بهش اضافه بشه، تبخیر بعد ازش کم بشه و به علاوه و منهای ریلیز باید برابر بشه با حجم مخزن در انتهای دوره. ST به علاوه 1 مساوی است با ST به علاوه IT به علاوه PRT منهای EVT منهای ریلیز و منهای اسپیلوی. فقط اسپیلوی یه شرطی داره. اگر حجم در ابتدای دوره به علاوه I و حالا به علاوه P و منهای E و منهای R از کپاسیتی بیشتر بشه ما ریلیز داریم. ما اسپیلوی داریم و غیر این صورت اسپیلوی نداریم. اسپیلوی وقتی رخ میده که حجم مخزن از ظرفیت مخزن بیشتر بشه. پس ما اینجا یه شرطی میذاریم. متاسفانه این پاورپوینت به هم ریخته اینجا. میگه اگر این شرط برقرار باشه یعنی ST به علاوه IT به علاوه PRT منهای EVT منهای ریلیز از کپاسیتی کمتر باشه، اسپیلوی ما در اون دوره برابر با 0. ولی اگر اینطور نباشه اسپیلوی ما برابر میشه با مقدار حجمی که قبلا گفتیم منهای کپاسیتی. در این صورت یک همچین مقدار اسپیلوی ما پیدا میکنیم. این دسته اول قیدهای ما هست. توی بهینه سازی ما یک تابع هدف داریم و یک سری قیود داریم که در حقیقت این قیود همون ترجمه ریاضی مخزن ما هست. ترجمه ریاضی پیوستگی تو مخزن میشه این معادله‌ای که نوشتم. فقط دقت کنید این یک گروه معادله است. یعنی اگر ما بخوایم برای یک دوره 12 ماهه این رو اجرا بکنیم باید 12 تا از این قید داشته باشیم. S2 برابر با S1 به علاوه I1 به علاوه PR1 منهای همینجور تا آخر تا
S12 ما باید 12 تا از این معادلات داشته باشیم. اگر اینو تو یک ماهی ننویسیم، میخوام تشویقتون کنم که یک بار اینو ننویسید ببینید چی میشه. اتفاق خاصی نمیفته، فقط میتونید ببینید که ترجمه غلط سیستم به زبان ریاضی ممکنه چه خطاهایی رو ایجاد بکنه. دسته دوم قیودی هستش که میخواد فضای فیزیکی صد رو به ما دیکته بکنه که میگیم ST در هر دوره باید از ظرفیت کمتر باشه و در هر دوره باید از صفر بیشتر باشه. این بزرگتر از صفر نان نگاتیو بودنه، یعنی شرط نامنفی بودن متغیر تصمیمه که توی سیستم ها احتمالاً توی مقطع کارشناسی باش برخورد داشتید. و قیدی که باعث میشه که ما به پایین دست توجه بکنیم این قیده: ریلیز باید کوچکتر از دیمند و بزرگتر از صفر باشه. تی گذاشتیم، دیمند تی گذاشتیم چون ممکن در دوره‌های مختلف نیاز ما متفاوت باشه. مثلا برای کشاورزی مسئله خیلی رخ میده، یا حتی برای شرب میدونیم که ماهای گرم دیمند بیشتر میشه و البته خود ریلیز هم باید نامنفی باشه، بزرگتر از صفر باشه. چرا دیمند رو میگیم کمتر از صفر باشه؟ دیمند مگه نیاز نیست؟ مگه ما قول ندادیم که نیاز پایین دست رو برآورده کنیم؟ با این روی کردی که ما در پیش گرفتیم و توی تا به هدف دیدید که قرار ریلیز رو ماکسیموم کنیم، من مجبورم بگم که ریلیز باید از دیمند کمتر باشه، کوچیکتر مساوی باشه که بتونم مقدار فروش آب رو ماکسیموم کنم. اگر این کارو نکنم، یعنی اگر بگم ریلیز باید بزرگتر مساوی با دیمند باشه، یک اتفاقی میفته. چون ممکنه در بعضی از ماها ما نتونیم نیاز پایین دست رو پوشش بدیم، بهینه‌سازی فیل میشه. یعنی اگر تنها یک قید از قیدهای ما پابرجا نباشه نمیتونیم مسئله رو حل کنیم. حالا شما دارید با نرم افزار اون رو حل میکنید یا دستی دارید حل میکنید، مثلا دستی با سیمپلکس، نرم افزار مثلا با لینگو دارید حل میکنید، میگه جواب نداره. مثل این میمونه که اگر ما کوچیکش کنیم و خب این در فضای، اگر برای 12 ماه داریم بهینه‌سازی می‌کنیم، در فضای 12 بعدیه، هر متغیر تصمیم یک بعد داره به مسئله ما اضافه میکنه. فرض کنیم که در یک فضای یک بعدی داریم حرف میزنیم. بهینه‌سازی در فضای یک بعدی خیلی کار سخت نیست. بهینه 0 تا 10 در فضای یک بعدی میشه 10 دیگه، خیلی کار سخت نیست. حالا من فقط برای اینکه قیدو به شما توضیح بدم یک بعدی استفاده میکنم مثالمو. مثل این میمونه که من بگم x رو چنان بیابید که از 7 بزرگتر باشه، از 4 کوچیکتر. هیچ فضای فیزیبل یا فضای ممکن یا فضای حالتی رخ نمیده که تازه اون مدل بهینه‌سازی بره و بهینه‌اش رو پیدا کنه. اگر مثلا ما میگفتیم بزرگتر از 3 کوچکتر از 7، آره بین 3 و 7 باید میگشت و بهینه رو انتخاب میکرد، اما توی شرایطی که اول عرض کردم، یعنی تنافر در قیود، نمیتونه چیزی پیدا کنه. ما مجبوریم این قید رو بذاریم تا اینکه سیستم ما فیل نشه. جلوتر البته توابع هدف دیگه‌ای مطرح می‌کنیم و جور دیگه‌ای با این، یعنی با اپروچ دیگه‌ای به این قیود نگاه می‌کنیم که حالا بهش میرسیم. این 3 دسته قیده. فقط من بخوام بگم تعداد این قیود به شرط اینکه تعداد دوره ما تی باشه چند تا میشه؟ یه تی تا اینجا داریم، اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور، اینجا هم، یعنی کلا 5 تی ما قید داریم. یعنی اگه مثلا 12 تا متغیر تصمیم داشته باشیم، یک بهینه‌سازی فوق‌العاده ساده برای یک مخزن برای 1 سال ماهانه میشه 12 ضرب در 5 میشه 60 تا. از اتاق فرمان میگن 60 تا، عینکمو نیاوردم، میشه 60 تا متغیر تصمیم. آخه ما خیلی با اعداد بزرگ سر کار داریم. اگر تصور کنید که میخواید برای 30 سال ران کنید، میشه 60 ضرب در 30.
یه عددی میشه دیگه. و همینجوری هی به متغیرهای ما بیشتر میشه. فقط دقت داشته باشید این یک مخزن، یه اصلا میگیم سینگل، یه رزروار سینگل هست، یک هدف داره و فقط یک ریلیز ده. یعنی امکان ریلیز فقط از یک خروجی امکان پذیره که انقدر قید به وجود میاره و ما باید بین این قیدها جواب رو پیدا کنیم. مدل‌های مختلفی وجود داره برای اینکه ما بتونیم بهینه‌سازی رو انجام بدیم. مطلب خب قدیم بچه‌ها توی حالت آکادمیک دوست داشتن باهاش کار کنن، اما اون چیزی که معمولاً توی OR بچه‌های صنایع مطرح میشه و توی کارهای خود ما هم اجرا میشه لینگوه و از اون حرفه‌ای‌تر گمزه. لینگو خیلی یوزر فرندلیه، خیلی سبکه، کار باهاش راحته. گمز حرفه‌ای‌تره و البته خب یک مقدارم پیچیده تره، ولی خب هر دو خیلی تفاوت برای شما خیلی تفاوت نخواهند داشت. من اینجا میخوام یک مثال بگم و با لینگو حلش کنم. یک مثال داریم، این مثال رو از کتاب سیستم دکتر کارآموز اقتباس کردم. منبعش رو بگم که وقت مورد پیگیری قرار نگیرم. میگه فرض کنید که یک مخزنی داریم که 2 تا هدف داره. یک هدف نیاز آب پایین دست رو میخواد تامین کنه، یک هدف میخواد مقدار تولید برق رو ماکسیموم کنه. و البته گفته که این رو به صورت تک هدفه باید حل کنیم. حالا من جلوتر توضیح میدم. چند تا قید داره. میگه حداقل جریانی که پایین دست باید داشته باشیم برای مسائل زیست محیطی 1 میلیون متر مکعب در ماهه. و بیشتر از 10 میلیون متر مکعب ما نمیتونیم از رزروار آب بگیریم. حالا هم محدودیت مکانیکی رزروار میتونه باشه، هم محدودیت بستر پایین دست میتونه باشه که اصلا سیلی میاد که ممکنه باعث تخلیه پایین دست بشه. حجم مخزن در دوره اول 5 میلیون متر مکعبه و از ما خواسته که یک بهینه‌سازی تک هدفه براش ایجاد بکنیم. و البته اینم عرض بکنم که به ما مقدار سودی که از تولید الکتریسیته و عرضه آب پایین دست ایجاد میشه هم داده و به صورت غیر مستقیم گفته که شما، یعنی در حقیقت میگه که از الکتریسیته وقتی که یعنی از آب کمک میگیریم برق تولید میکنیم، اون آب به مصرف پایین دست هم میتونه برسه که همیشه همین جوریه به کمک بند تنظیمی، و گفته که میشه اینا رو با هم جمع بکنیم. خب تو ماهای مختلف مقدار رو داده، کار رو ساده کرده. در حقیقت الکتریسیته فقط به دبی خروجی از مخزن ربط نداره، هم به ارتفاع آب ربط داره، هم به دبی ربط داره. برای ماهای مختلف سودی که از تولید برق عایدمون میشه رو توی ردیف دوم داده و سودی که از فروش آب عایدمون میشه رو تو ردیف سوم داده. خب بریم این مسئله رو ترجمه کنیم به زبان ریاضی. اول بریم سراغ متغیر تصمیم. متغیر تصمیممون چیه؟ اون چیزی که دست ما هست تا اینکه بتونیم به هدف بهینه برسیم. خب ریلیز دیگه، توی مخزن 100 ریلیز. توی اینجور مثالا خیلی کار سختی نیست چون که از اون اول کلی گفتیم. من دوست دارم که ورکشاپمون طوری پیش بره که بعد از این که حالا این سیستم هایی که صحبت می‌کنم بهش تموم بشه، یک سیستم دیگه‌ای به شما بدن، بتونید متغیر تصمیمش رو برای خودتون در بیارید، هدفش رو در بیارید. حتی شده مثلا برای بهینه‌سازی مترو چیز خیلی خوبیه که بتونیم انجام بدیم. یعنی قاعدتا اگر سیستم رو خوب یاد بگیرید خیلی فرقی نداره مترو با مخزن. خب متغیر تصمیممون مشخص شد، ریلیزه. تا به هدفمون چیه؟ ماکسیموم کردن سود. ماکسیموم کردن سود میشه مقدار ریلیز در هر ماه ضرب در سودی که از مجموع الکتریسیته و تامین آب برامون ایجاد میشه. یعنی مثلا برای ماه اول 1.9 به علاوه 2 میکنیم میشه 3.9. ریلیز ماه اول ضرب در 3.9 به علاوه ریلیز ماه دوم در 4.2 به علاوه ریلیز ماه سوم در بازم 4.2 در 4.5 در 4.1
تا آخر. دقت بکنید که تابع هدف ما یک تابع هدف بلندیه. توی چیز قبلی هم دقت بکنید اینجا ما یه سامیشن داریم، در حقیقت یک تابع هدف خیلی بلند، ریلیز 1 به علاوه ریلیز 2 تا ریلیز تی بزرگ، یعنی انتهای دوره رو باید با هم یه جمع کنیم و اون رو ماکسیموم بکنیم. و قیودمون هم همین قیودی بود که توی اسلایدهای قبلی داشتیم. خب اگر ما این رو یادداشت بکنیم، یعنی اون چیزی که میتونیم تو ورقه بنویسیم این هستش که زیگما تی مساوی است با 1 تا 12، زیگما آی مساوی است با 1 تا 2. آی یعنی منظورم همون یوزره، ضرب در یو بی آی او تی ضرب در دی تی. آی او تی میشه یو بی آی او تی اصلاح میکنم، یو بی آی او تی میشه بنفیتی که از یوزر آیوم در دوره تیوم نصیب میشه، که من تو اسلاید قبلی گفتم یه راست با هم دیگه جمع میکنیم، خیلی فرقی با هم دیگه نداره. فقط این رو برای اینکه ما با دیدگاه دو زیگما آشنا بشیم بهتون گفتم. قیودمون چیه؟ قید اول اینیشیال کاندیشنه، مخزن در ابتدای دوره 5 MCM. بعد برای هر دوره من باید ST به علاوه IT منهای RT مساوی است با ST به علاوه 1 رو داشته باشم. 12 تا میشه. RT یعنی ریلیز ما از 1 باید بزرگتر باشه، حتما قید زیست محیطی مونه. از 7 باید کمتر باشه. میخوام من ریلیز باید از 7 کمتر باشه، از 1 بیشتر باشه، و ST هم مجبوراً باید از 10 کمتر باشه چون ظرفیتمون 10. من خیلی اصرار دارم که بهتون بگم این چند تا قیده. 12 تا قید اینجا داریم، 24 تا قید اینجا داریم، چون سیستم بهینه‌سازی و لینگو 2 تا مساوی رو نمیتونه بفهمه، این ما هستیم که میفهمیم. 12 تا هم باز اینجا داریم و یه دونه هم اینجا. یه قید دیگه هم هست که من ازتون میخوام که اگر یه تک قیده، اگر حالا تحقیق کردید با الان دیگه مجازید برید از هر AI میخواید استفاده کنید که یه دونه قید دیگه میشه به این اضافه کرد. اینم بستگی به قوانین داره، ولی خب به هر حال این رو بیایم توی لینگو بنویسیم به این صورت میشه. جزء مزیت‌های لینگو، صادقانه بگم این رو خودم از AI پرسیدم، گفتم که لینگو چه مزیتی داره، نوشته بود که یوزر فرندلیه، در صورتی که من تنها مزیتی برای لینگو قائل نبودم یوزر فرندلی بودنشه، چون زبون خیلی خنگی داره. یعنی شما مثل این میمونه که فارسی رو به ژاپنی بنویسی، اینجوری که می‌نویسه، یعنی با اون دیدگاهی که ما معمولا تو مطلب و پایتون داریم نسبت به حلقه و بردار و اینجور چیزا، یه زبان مندراری خودشو داره که بر من هیچ وقت مطلوب نبوده، ولی خب اولین چیزی که نوشته بود خیلی یوزر فرندلیه و البته نوشته برای کار دانشجویی خوبه. لینگو توسط شرکت لیندو توسعه پیدا کرده. الان فکر میکنم ورژن 25 هم اومده. این ورژنی که من باش دارم کار میکنم ورژن 18. مثل همه جا من ورژن هم دزدیه، اما خود لیندو اجازه داده که برای مثالهای دانشگاهی ما با قیود خیلی کمتر، مثلا 500 تا قید اجازه میده که ما فری استفاده کنیم، ولی خب برای کارهای حرفه‌ای قیودش خیلی بیشتره. خب توی اینجا من این قسمتش کاری ندارم، این ورشو کار دارم. خب ما چند تا بردار داریم؟ ما یک بردار 1 تا 12 داریم. یعنی یه جور دیگه بخوام عرض کنم، اس ما، آی ما، آر ما همه 1 در 12، یک بردار 12 تایی هست. لینگو میگه که ببخشید من اینجا میرم. لینگو میگه برای اینکه بخوام اینو به من بفهمونی باید اسم اون بردار رو یه چیزی بذاری. مثلا من اینجا گذاشتم تایم 1. تایم 1 میشه یک برداری که 12 تا جا داره. اسم یک برداره که 12 تا جا داره.
خب من مجبورم یه تایم 2 هم تعریف کنم که فعلا نمیخوام راجع به حرف بزنم، فعلا با منطق لینگو بذارید آشنا بشیم. بعد میگه که هر کدوم از متغیرهای تو که به صورت بردار بود با این دستور یعنی لینک بیا به اون بردارت وصل کن. من میگم لینک 1 تایم 1 داخل پرانتز 2 نقطه اس سیمیکالون، یعنی اینکه اس به اندازه آرایه هایی که اینجا داشته متغیر میتونه داشته باشه. فقط اینو یادم بگم که 1 2 نقطه 12 یعنی 1 تا 12. ما توی مطلب 2 نقطه رو 2 نقطه عمودی میذاشیم، این 2 نقطه افقی گذاشته. عرض کرده بودم که S و I و R از جنس 1 تا 12 هستن، UAB هم اگه خاطر باشه از جنس 1 تا 12. اینجا ما ستینگمون تموم میشه. یعنی S، R و I و UAB رو تعریف کردیم، حالا میخوایم بریم داده هامون رو بهش بدیم. دقت فرمایید که قبلش باید sets 2 نقطه و n sets رو بذاریم و یک مشکلی که لینگو داره اینه که به اندازه مطلب و پایتون و بقیه نرم افزارها باهوش نیست. شما اگر سیمیکالون رو تو خط دوم نذارید یه اروری به شما میده مثلا تو خط اول. شما باید کل برنامه رو چک کنید ببینید که ارور از کجاست. نمیدونم، شاید به خاطر نسخه قفل شکسته من باشه، چون ما مثل یوزرهای متعهد من تا حالا کار نکردم با سیستم حرفه‌ای پولیش. خب بعدش بعد داده ها رو وارد کنیم. داده ها هم اینجوری وارد میشه. اول دیتا 2 نقطه بعد بذاریم، هر چی داده داشتیم وارد میکنیم و بعدم ان دیتا. خب ما 2 سری داده داشتیم، یکی آی داشتیم که تو اون جدول بود، من دیگه نمیگم، یکی هم که یو ای بی بود که دیگه با هم جمع میکنیم. میتونیم یو ای بی برق با از یو ای بی شرب یا اینجوری بگم از یو ای بی واتر سپلای جدا بنویسیم، ولی خب یه مقدار فرمول نویسیمون طولانی تر میشه، عملا که فرقی به حال ما نداره. بعد از اینکه این تنظیمات تموم شد ما میریم سراغ نوشتن تابع هدف. خب تابع هدف ما ماکسیموم کردنه دیگه. ما همیشه سود ماکسیموم میکنیم و هر چیزی که از جنس چیزهای خوبه ماکسیموم میکنیم و هر چیزی که از جنسهای بده مینیموم میکنیم. البته لزوما این برای انسان رشنال صادقه، برای انسان غیر رشنال و مدیر غیر رشنال چیزهای دیگه هم میبینیم. مدیرانی میبینیم که دارن ضرر رو ماکسیموم میکنن و سود رو مینیموم میکنن. شما دیدید و بعداً هم خواهید دید. خب سود رو میخوایم ماکسیموم کنیم. سامیشنی که توی اسلایدهای قبلی نوشتیم با اساین سام شروع میکنیم که بگیم تابع سامه. بعد خب سامیشن مثلا برای حقیقت یه فور داخلشه دیگه، باید بگیم که مثلا جمع بزن از 1 تا 12. میگیم سام پرانتز باز تایم، یعنی در حقیقت روی تایم 1، یعنی 1 تا 12 روی تایم 1 با شمارنده J روی این معادله رو اپلای کن. طولش تایم 1، شمارندمون J و معادله که میخوایم اپلای بکنیم UAB J ضرب در I J هستش. خیلی سخت نیست. حالا برای تابع هدف ساده‌ای مثل این میشه فهمید، ولی خب اگه تابع هدف پیچیده بشه یک مقدار کار سخت میشه. قیودمون چیه؟ S1 مساوی با 5 اولیش از همه ساده تر. بعدم اون قیدهای دیگه بود که من گفتم که ما 4 دسته قید داریم. در حقیقت من اینجا گفته بودم که باید برای هر تی این رو بنویسیم. این برای هر تی رو توی لینگو به صورت فور می‌نویسیم. اساین فور. چرا اساین؟ برای اینکه بفهمیم تابع است. اگه اساین نذاریم فکر می‌کنه که یه وریبل به نام فور. اساین فور روی تایم. حالا باز فعلا 1 و 2 رو بذاریم صحبت نکنیم راجبش، توضیح میدم، فعلا با منطقش آشنا بشیم. روی تایم با شمارنده J این معادله رو اپلای کن. SJ به علاوه IJ منهای RJ مساوی است با
SJ به علاوه 1. خب اگر ما فقط همین شمارنده رو داشته باشیم، از 1 تا 12 رو توش میذاره و خیلی ساده میاد اینجا و S برای آخرین معادله S13 رو میشماره. ما اینجا مواقع معمولا توی حلقه فورمون شمارنده رو n منهای 1 میذاشتیم، یکی کم میذاشتیم. من اینجا مجبور شدم که یک تایم 2 تعریف کنم که 11 تا داشته باشه، فقط به خاطر این قسمت ها که چیز نشه، که اوورفلو نده. قسمت های دیگه معادله بازگشتی نداره، یعنی یک چیزی مساوی با یک چیزی در حالت تی به علاوه 1 نداره. فقط همین یه دونه قید ما نیاز داریم که از تایم 2 استفاده کنیم. سوالی که بهتون گفته بودم خودم اینجا جواب دادم، یادم نبود که اینجا نوشتم. برای معادله آخر نوشتم S12 به علاوه I12 منهای R12 مساوی با S1. میدونید چرا؟ جان؟ چه لزومی داره مثلا ما دوباره برسیم به 5؟ معمولا اتفاق یعنی این رو به صورت پیش‌فرض این کار رو انجام میدم، ولی خب دلیلش این هستش که ما بعضی اوقات مخزن رو اجاره میدن و شما مخزن رو همونجوری که اجاره کردید باید تحویل بدید، چون که اون آب داخلش سرمایه است. اجازه ندید بیش از حد از اون استفاده کنید. این قید مطرح میشه اینجا. اگر این قید نباشه اتفاقات جالبی میفته که حالا تو تحلیلش صحبت میکنیم. خب مجموعه قیود دیگه هم همینجوری مینویسیم. RT باید کوچیک‌تر از 7 باشه، بزرگتر از 1 و S ببخشید شماره رو J گذاشتم، معذرت میخوام. RJ باید کوچیک‌تر از 7 باشه، بزرگتر از 1 و کوچیک‌تر از 10. اجازه بدید دیگه بیشتر از این اینجا من توضیح ندم. این رو ران بکنیم. این ور باز شد، من میارم این طرف. خب به ما یه سامری میده، میگه مدلت LP دمش گرم، نمیدونستیم که مدل لینیر پروگرامینگه. جوابی که به دست آورده گلوبال اپتیموم، یک بهینه جهانی یا بهینه کلیه، یعنی مطمئنیم که این جواب بهینه است. مثلا در مورد متا هیرویستیک ممکنه شما گیر بکنید تو یک بهینه لوکال، اینجا گلوباله ولی اون تو لوکال. سیمپلکس حل میکنه این رو، یعنی اساس لینگو برای خطی سیمپلکسه و سیمپلکس چند تا خاصیت خیلی مهم داره. معمولا هم حالا هر چند سال یه بار تو کنکور دکترا این میاد که یکی از خصوصیات سیمپلکس این هستش که اینیشیالایزینگ نداره، مقداری اولیه نداره. هر بار حل کنیم به یک جواب یکتا میرسیم، در صورت تو جی ای اینطوری نیست و جواب بهینه‌مون گلوباله. این سه تا خیلی مهمه برای ما. خروجی هم همه اینجا هست دیگه، یعنی حساب کرد به ما میگه که توی خب اس به علاوه 1 اس 1 که میدونستیم 5 چون قید گذاشته بودیم، ولی اس 2 و اس 3 اینا رو همه رو محاسبه کرد، مقدار بهینه‌ش رو گذاشته و دوباره اس 13 یعنی اون باید برابر با اس 1 باشه در حقیقت، ولی خب این 12 اگه 13 رو حساب میکرد عین همون میشد. آی ها که مقداری نیست که حساب کرده باشه، متغیر ورودی ما بوده. ریلیز میشه مقادیر بهینه، یعنی برای اینکه مسئله بهینه بشه ریلیز 1 باید 2 باشه، ریلیز 2 1 7 تا آخر. یک مسئله رو عرض کردم خدمتتون که اگه مثلا ما این قید رو نذاریم چه اتفاقی میفته. ما میتونیم اینو کامنتش کنیم، فکر میکنم با علامت تعجب کامنت میشد. این توش تغییر ایجاد میشه. حالا اگر شما خودتون برید دنبالش میبینید یه مقدار تغییر ایجاد میشه، مخصوصا اگر مقدار نیاز تو بعضی از ماها خیلی زیاد باشه و سود زیادی عائد ما بشه، لزومی نمیبینه که مقدار آبی که تو مخزن هست و 5 تا باید بذاره بمونه، خرج میکنه، میفروشه دیگه. هیچ قیدی وجود نداره، میگه خالیش کنم تحویل بدم.
منطقی که خیلی برای ما آشناست. وقتی که معمولا یک مدیر بخواد تموم بشه دورانش، تو ایران نه، تو بلاد کفر تخلیه میکنن میدن، چون بلاد کفر یک مشکلی دارن، ضعف قانون دارن و هیچ وقت مؤاخذه نمیشن. ما تو ایران قوانینمون هم صریحه، هم پیگیری میشه و مؤاخذه میشه یک مدیر. همه مدیران ما به خاطر ترک فعل مؤاخذه شدن، ولی خب تو غرب اینطوری نیست. مثال دوم ما مربوط میشه به یه مثال دیگه، باز این هم دزدیدم از اسلایدهای پروفسور کومار، خیلی معروفه تو منابع آب. ما تو هند چند تا چیز داریم، چند تا پروفسور خیلی معروف داریم. یکی موجوم داره، یکی کومار، ساسی کوماره فکر میکنم. این هر دو خیلی حرفه‌ای ان توی منابع و هند تو آب خیلی قویه، خیلی قویه. یعنی مخصوصا دانشگاه رورکی خیلی قوی هستش تو آب. خب این مثال میگه که کپاسیتیمون 400، آیمون در ماهای مختلف اینطوریه. دقت بکنید که قشنگ مشخصه که سیستم هیدرولوژی و اقلیم مختلفی داره. این برای هنده. دیمند رو هم گفته و چون این احتمالاً کشاورزیه، دقت بکنید که 3 ماه دیمند رو 0 گذاشته. این مثال جوانب بهینه‌سازی رو بهتر به ما نشون میده. این 3 دیمند نیاز نداره. ای کاش حالا میشد مثلا ما یه بارم این مسئله رو حل کنیم. من میتونم لینگو رو براتون بفرستم، سورسی که چیز کردم، سورسی که نوشته بودم، و یک بار مثلا شما بیایید بنفیت ماهای مختلف رو 0 بذارید، بازی کنید باهاش، ببینید که بهینه‌اش چه اتفاقی میفته. قاعدتاً ماهی که بنفیتش 0 نباید خروجی بده. میگه وقتی من چیزی نمیماسه من چقدر باید خروجی بدم. مثلا تو مثال قبلی که از کتاب دکتر کاموز برداشتیم، اگر 2 ماهو من 0 بذارم چه اتفاقی میفته؟ خروجی چقدر میشه؟ آفرین. 1 میشه، به خاطر این قید 1 داشتیم. خب بریم این رو فرموله کنیم. چون هیچ منافعی به ما نداده، سود خروج آب رو به ما نداده، مجبوریم همین ریلیز ماکسیموم رو بذاریم. قیود هم همینه دیگه. چیزایی بوده که تو قبلم دیدید، همیشه استی باید از 400 کمتر باشه، استی باید بزرگتر از 0 باشه، آرتی باید کوچیک‌تر از دیمند باشه و آرتی باید بزرگتر از 0 باشه. این رو هم اگر حلش بکنیم ببخشید مثلا میخوام این رو هم اگر حلش بکنیم جوابهای مختلف رو توش میبینیم. این رو هم من تو لینگو نوشتم. یه درخواستی دارم جزو هومورک هفته بعدتون. میخوام با این، اگه یادم رفت بگید که من حتما توی گروه این 2 لینگو رو بذارم که حالا حداقل وقتتون واسه نوشتن این صرف نشه. 2 تمرین. این تمرین شماره 1 مونه. ما برای objective function آلترناتیو دیگه ای میتونیم براش داشته باشیم. ما خب تو یکی ریلیز رو ماکسیموم کردیم، تو یکی هم سود رو ماکسیموم کردیم. اگر هست لطفاً چیز کنید، لطفاً اون رو تو لینگو به کار ببرید. بعد یه مسئله دیگه، ما چه اپروچ دیگه‌ای، ما این اپروچی که الان باهاش 2 مثال حل کردیم لینیر پروگرامینگ بود، چه اپروچ‌های دیگه‌ای داریم برای بهینه‌سازی بهره برداری از مخزن؟ این رو هم اگر میشه هر 2 رو با AI هم برید. توصیه‌ام اینه که مثلا 1-2 روز فکر کنید، بعد با AI برید جلو و قشنگ به سلابش بکشید. AI خوب جواب میده، خیلی خوب جواب میده، چون که هزاران مورد از مخصوصا مورد 3 دیده. ولی مورد اول و دوم چون بحث
خلاقیت توش مطرحه، ممکنه خیلی تنوعش مثل 3 نباشه، ولی این هم جواب میده، این هم خوب جواب میده. باز توصیه من اینه که یه مدتی خودتون فکر کنید، بعد از داداشمون کمک بگید. میتونیم رویکردمون رو نسبت به سیستم تغییر بدیم. تا الان این سیستمی که ما راجبش حرف زدیم یک مخزن بود. ساعت چنده؟ 5:23. یک مخزن بود، ساخته شده بود و ما باید مدیریت میکردیم اونو. حالا اگه مخزن ساخته نشده باشه، این صحبتاش هفته پیش کردیم و میخوایم فرموله‌شو بگیم. اگه مخزن ساخته نشده باشه، تاب هدف و قیود متفاوت میشن. تاب هدف باید چی باشه الان؟ وقتی مخزن ساخته نشده وقتی مخزن ساخته نشده ما کپاسیتی رو نداریم. چیزی به عنوان ظرفیت وجود نداره. ما میخوایم یک مخزن بسازیم. هدفمون این هستش که هزینه‌های ساخت مخزن رو کمینه کنیم. ساده ترین چیزی که بتونیم باهاش هزینه مخزن رو کمینه کنیم این هستش که بگیم رزروار رو می‌خوایم، کپاسیتی رو می‌خوایم مینیمم کنیم. این هدف ما هست. این هدف که تغییر میکنه، قیود بعضیاشون تغییر میکنه. قید پیوستگی سر جای خودش میمونه، باید فیزیک مسئله اقناع بشه، اما مسئله که در مورد ریلیز داشتیم متفاوت میشه. من میخوام بگم کپاسیتی رو کوچیک کن تا میتونی کوچیک کن. خب اگر قید ریلیز من مثل قید قبلی آرتی کوچیکتر از دیمند باشه بذارم، جواب چی میشه؟ میشه 0. میگه تو به من میگی ریلیز باید بیشتر از 0 باشه، کوچیکتر از دیمند باشه، کپاسیتی رو مینیمم کن. هیچ. نو نیوز، گود نیوز. برای اینکه بتونیم بفهمونیم بهش، باید بگیم این دفعه ریلیز باید بیشتر از دیمند باشه. تو به شرط اینکه تو تمام دوره‌های تی خروجی رو با نیاز پایین دست مچ بکنی، کپاسیتی رو مینیمم کن. جواب این مسئله چیه؟ یک مخزنیه که میتونه در تمام ماهای سال دیمند رو جواب بده. برای این میشه تمرین دوم. برای این هم باز ما همون مسائل رو داریم. تا به هدف دیگه‌ای براش میشه متصور شد. یکیشو همین الان با همدیگه بهش رسیدیم. هزینه باید مینیمم بشه. تا به هدفی هستش که هزینه و سود رو با هم میبینه. بی به سی، بنفیت به کاست ماکسیموم بشه. و یه سری هدفهای حرفه‌ای دیگه هم هستش که امیدوارم که هفته بعد با خودتون یا با چت جی پی تی به نتیجه برسید و اون رو بگید. اپروچ دیگه برای سایزینگ هست غیر از لینیر پروگرامینگ؟ آره هست، ولی میتونم این بشارت رو بهتون بدم که معروفترین و پرکاربردترین روش برای سایزینگ همین خطیه، ولی مثلا بهره برداری نه، اینطور نیست. روش‌های بهتری وجود داره. خب این یک 2 تا رویکرد بود برای یک مخزن، یکی در حالت بهره برداری، یکی در حالت سایزینگ پلنینگ که ما با LP حلش کردیم. میتونه مخزن پیچیده تر بشه، یعنی سیستم میتونه پیچیده تر باشه. حالت‌هایی که سیستم ما پیچیده میشه، اولیش این هستش که ما یک هدف نداشته باشیم، چند هدف داشته باشیم و این چند هدف مثل چند هدفی که مثال اول اون بود نیست. یعنی نباید اونطوری باشه. اونطوری خب جمع میکنیم دیگه، اتفاق خاصی نمیفته. وقتی مسئله بغرنج میشه که بین اهداف ما تعارض وجود داشته باشه، یعنی عموما میگیم وقتی مسئله ما از نوع چند هدفه هست که من دارم راجع به این قسمت حرف میزنم که بین اهداف
تعارض وجود داشته باشه یا مثلا بین گروداران هر کدوم از اون اهداف تعارض منافع وجود داشته باشه. مگه نه اگر تعارض وجود نداشته در حقیقت میشه منافع همشون تک هدف هست. یه نمونهش وقتی هستش که تابع مخزن ما 2 تا هدف داره، مثلا برق و کشاورزی. بیایم تو کشوری باشیم که برق رو وقتی که کشاورزی به آب نیاز نداره بخواد. در این صورت توی یک سری از ماها برای اینکه منافع برق زیاد بشه، مثلا سود برق بیشتر باشه، تو کشور ما اینجوری نیست. فرض کنیم که مثلا توی یک کیسی 6 ماه سود 2 برابر 6 ماه دیگه است و دقیقاً تو اون 6 ماهی که سود نصفه هزینه کشاورزی، سود کشاورزی بالاست. اینجوری تعارض منافع دیگه. وقتی که بهترین کاورج برای کشاورزی باشه، بدترین کاورج برای هیدروپاور. یک مدل دیگه از پیچیدگی سیستم مخزن این هستش که ما چند تا مخزن پشت هم داشته باشیم. خروجی مخزن اول وارد مخزن دوم بشه یا یک سری سدهای موازی و سری داشته باشیم. در این صورت ما باید همه رو با هم بهینه کنیم، چون که آورد مخزن پایینی در رابطه هست با ریلیز مخزن بالایی. این پیچیدگی کار رو زیاد میکنه. ما تو مثالی که حل کردیم آوردمون مقداری بود که دترمینستیک بود، اینجا دیگه نیست. یعنی آوردمون، قسمتی از آوردمون میشه متغیر تصمیم ما. خب مسئله پیچیده تر میشه. یک حالت دیگه این هستش که ما بخوایم بهینه سازیمون رو به صورت استوکاستیک ببینیم. واقعیت این هستش که خب تصور کنید که مثلا من میخوام یک سدی رو بهینه سازی کنم، اپریشنش رو برای 12 ماه. خب یه آی یعنی ورودی باید بهش بدم دیگه. سیستم بهینه سازیم از کجا معلوم اون ورودی رخ بده؟ سادهش میکنن مدیران منابع آب، میگن که یه دونه سری نورمال رو ران میکنم، یک بار سری خوشسالی رو ران میکنم، یک بار سری ترسالی، ولی لزوما جواب بین اینها ساندویچ نمیشه. بهینه‌سازی استوکاستیک میان و آی رو، ورودی رو به صورت مثلا به صورت یک زنجیره مارکوف میبینن و میگن که الان اگر آی ما مثلا مقدارش فلان قد باشه، احتمالا اینکه دوره بعد هر کدوم از چیزهای دیگه میتونه باشه چقدر. مثلا فرض کنیم که آورد تو کلاس B، احتمالا که بره تو کلاس B چقدره، احتمال کلاس A چقدره، احتمال کلاس C و کلاس D چقدر. یکی از کار ساده‌ای که انجام میشه. و آخرین مسئله‌ای که مسائل مختلفی میتونه باعث پیچیده شدن سیستم مخزن بشه، آخرین مسئله‌ای که من مطرح میکنم سیستم کیفیت مخزنه. میخوام برسم به تمرینی که داشتیم. گاهی اوقات کیفیت آب پایین دست برای ما مهم میشه و مخزن هم طوری هست که میتونه متغیر تصمیمی برابر با کیفیت هم داشته باشه. مثالش همه اینا رو بذارید روی این شکل نشون بدم. این شکل رو از یکی از مقالات دکتر موسوی دزدیدم. این سیستم کارون هست تا گوتفند. خب پایین‌تر رو دیگه نکشیده. شما اینجا سد گوتفند رو می‌بینید، اینجا سد گودارلندر رو می‌بینید. در حقیقت سد گودارلندر خروجیش با یکم طی مسافت وارد مخزن گوتفند میشه. سد کارون 1 رو می‌بینید یا شهید عباسپور، سد کارون 3 رو می‌بینید و سد کارون 4. اینجا هم یه سری سد بوده که در دست مطالعه است. این شاخه خرسان هست، خرسان 1 و 2 و 3 برقابیه، توی کوه دره‌های
خیلی وی شکل داره. تو در راه وی شکل طمع ما میره سمت ساختن سدای برقی، برای این آب خاصی توش ذخیره نمیشه ولی هد داره. این هد چون ما تو برق خیلی دنبال حجم نیستیم، هد برای ما اهمیتش بیشتره. دقت بکنید که این دوتا با هم دیگه موازیان، بعد اینا سریان. در حقیقت مدیریت روی کارون 4 و 3 و 1 مستقیما رو گوتمند اثر میذاره. مدیریت روی 4 رو 3 اثر میذاره، 3 و 4 رو 1 اثر میذارن، 1 و 3 و 4 روی قدرت خیلی تقریبا یک نیروگاه جریانیه، روی گوتمند اثر میذارن. و اون چیزی که خب می‌خواستیم در مورد کیفیت بگیم در مورد گوتمنده. گوتمند چند دهه داشتن مطالعه می‌کردن که بسازن، بعد که ساختن حالا یه قسمتشو سانسور می‌کنیم، الان آب داخل مخزن شوره. فقط نمک یه خاصیتی داره که لایه بندی ایجاد میکنه. نمک و دما توی مخزن لایه بندی ایجاد میکنن و اون لایه بندی که ایجاد شده باعث میشه که لایه‌های پایین‌تر شور و شورتر میشن، لایه بالا از یه حدی بالاتر کاملا کیفیتش مثل ورودی، حتی از ورودی بهتر. چون که ورودی اگر یه وقتایی هم نمک درنش کنه بیاره تو مخزن، اینا کم کم ته‌نشین میشن و لایه بندی حرارتی رخ میده. گوتمند 2 تا دریچه اصلی داره، دوستان کاملا در جریانه. هیدروپاورش در الیویشنی هستش که آب بسیار با کیفیت میگیره و اینتک پایین‌تره. بعضی وقتا شوری تا اینتک میاد بالا، شوری قابل توجهی تا اینتک میاد بالا و ما دیگه میتونیم به جای یک ریلیز 2 تا ریلیز داشته باشیم و بازی ارنج این 2 تا ریلیز طوری باشه که حجم آبی که از هیدروپاور خارج شده ضرب در سالینیتی هیدروپاور به علاوه حجم آبی که از اینتک خارج میشه ضرب در سالینیتیش تقسیم بر احجام میشه شوری میکس در پایین دست. و پایین دست ما صنایع نیشکره و نیشکر هم جزو یکی از کشت‌هایی که به شوری حساسه. الان میخوایم بریم سراغ گوتمند. این چیزی بود که به عنوان تمرین خدمتتون عرض کردم. الان میخوایم بریم فرم‌بندیش کنیم. خب بریم سراغ گوتمند. گوتمند به خاطر اینکه الان هم قیود کیفی توش وجود داره و هم اینکه چند هدفه است، خیلی کیس خوبیه برای کلاس سیستم منابع آب. من هیچ وقت فکر نمی کردم که با یه همچین کیسی مواجه بشم. خب اینا رو خیلی می نوشتیم همه تا به هدفها و به هر حال خیال پردازی یک مهندس منابع آب طماع این رو ایجاد میکنه که یه عالمه تا به هدف و قید و چیزای دیگه که هرچی به ذهنش میرسه بنویسه، ولی من فکر نمی‌کنم با یه همچین چیزی مواجه بشیم. خب بریم با اجازهتون اول روی قیود ببینیم سد برای ما چه قیدهایی داره. خب قید اول قید تغییرات حجمه. البته قید اول با قید دوم خیلی فرقی نداره. بذارید اول با قید دوم شروع کنیم. قید 1 و 2 تقریبا مثل همن، بازنویسی شده. توی ایکویشن 2 ما همون مسئله ای رو که قبلا گفتیم داریم مطرح میکنیم. ST به علاوه زیگمای آیتی منهای زیگمای او تی و ال منهای اواپوریشن به علاوه پرسیپیتیشن مساوی است با ST به علاوه 1. من اینو توضیح بدم که چرا این 2 تا زیگما دارن. دقت بفرمایید که مخزن سد گوتمند یک آورد از شاخه اصلی کارون داره، یک سری شاخه های فرعی میان حوزه هم داره که این مهم میشه برای ما. این رو باید در نظر بگیریم و او اینجا آوتپوته. ما 4 تا آوتپوت توی
مخزن گوتبند داریم، یک آوتپوت آبی هستش که از هیدروپاور میاد، یکی اینتکه، یه آوتپوت خیلی کوچیک داریم که پایین مخزنه و یه آوتپوت هم هست به نام اسپیلوی که بعضی وقتا وجود داره و اون رو باید حساب کنیم. وقتی وجود نداره صفر دیگه. خواستم عرض بکنم که اینجا ما 4 تا آوتپوت داریم، 4 نوع ریلیز داریم و مجموع اینها میشه در حقیقت ریلیز. چون که برای ما مهم میشه که از هر دریچه چقدر آب بگیریم، دیگه اینجا متحد تصمیم ما دیگه یک ریلیز در دوره تی نیست، 3 تا ریلیز در دوره تیه که البته اسپیلوی متغیر تصمیم نیست چون اسپیلوی بر ما دیکته میشه به خاطر ظرفیت مخزن. خب تو ایکویشن بعدی راجع به شوری باید حرف بزنیم. یه پروسس دیگه ای که وجود داره توی این مخزن غیر از پروسس بیلان یا پیوستگی آب، پیوستگی نمکه. مقدار نمکی که توی گره مخزن ما میبینیم باید پیوستگیش رو اقناع کنیم. آورد ما یک شوری داره، یک سالینیتی داره، مثلا 45 ستون. خود مخزن در دوره تی یک مقدار نمک داخلش هست، مقدارشو نمیگم، مثلا تی یا وی، حالا نمکش مقدارشو بگم ممکنه که بعد از این علیه هم استفاده بشه. یک مقدار هم نمک خارج میشه، درسته؟ در حقیقت تو هر دوره با این بالانس وجود داره. مقدار نمک هایی که اومده منهای مقدار نمک هایی که رفته میشه مقدار نمکی که توی مخزن توی اون دوره تغییر کرده. که اگر بخوایم این رو بازش کنیم، ایکویشن 3 هم مثل ایکویشن 1 حالت کلی داره، ایکویشن واقعیش ایکویشن 4. میگه سلت مخزن یعنی مقدار نمک مخزن، ما اینجا جرم رو داریم حساب میکنیم، سالینیتی رو حساب نمی کنیم چون سالینیتی پایستار نیست، جرمه که پایستاره. مقدار نمک داخل مخزن در دوره تی برابر هست با مجموع سالینیتی های ما در دوره تی که وارد میشن. عرض کردم که مخزن سد گوتفند غیر از شاخه اصلی کارون شاخه فرعی هم داره که اونها هم متاسفانه شورشون بیشتره. یک رودخانه شور هم اصلا اونجا داره. اینها باید ضرب در آی تی بشه که بشه جرم. سالینیتی یعنی مثلا گرم بر لیتر یا کیلوگرم بر متر مکعب باید در مقدار آب ضرب بشه که جوابش به ما بشه نمک. این دیمانسیونش جرم ام، این هم باید دیمانسیونش جرم و ام باشه. توی دوره تی یک مقدار از سازند نمکی که داخل مخزن هست فرمیشن یک مقداری حل میشه و به مخزن وارد میشه که این مقدارش بزرگتر مساوی با 0، برعکسش رو نداریم، رسوب نمیشه. یک مقدار در دوره تی نمکی هستش که از سمت سازند وارد مخزن میشه. خب ما اون وقت خروجی از مخزن هم داریم دیگه، درسته؟ در مجموع دوره تی و ما باید مقدار نمکی که از هر دریچه خارج میشه به دست بیاریم که اونو دیگه من اینجا ننوشتم، در حقیقت میشه آوتپوت اون دریچه در اون دوره ضرب در سالینیتی که داره میشه جرم نمکی که خارج شده. مجموع این بالانس میشه جرم نمک در مخزن در دوره بعدی، یا اگر ابتدای دوره داریم بررسی میکنیم میشه انتهای دوره. این هم باید به عنوان یک قید مطرح بشه. اگه این کارو نکنید یه دفعه میبینید که سیستم بهینه‌سازیتون از یه جای راه فرار پیدا میکنه و میبینید نمک رو هورت میکشه. خب قیود بعدی قیودی هستش که شما باش آشنا هستید، البته تا یکی مونده به آخر. مخزن تو هر دوره‌ای نباید از ماکسیموم بیشتر باشه و از مینیموم کمتر باشه. فقط دقت بکنید که من اینجا یه تی همین پایین گذاشتم.
برای دوره‌های مختلف ماکسیموم ظرفیتی که برای مخزن قائل میشیم متفاوت. مثلا اگر یک سیلابی داره توی یا اردیبهشت میاد، ما میدونیم که بعد از اون دیگه سیلابی نیست. برای همین ماکسیموم استوریج توی اون دوره برای ما بیشتره، اجازه میدیم بیشتر، یعنی به جایی که اون آب رو اجازه بدیم خارج بشه، میذاریم پشت مخزن جمع بشه، میخوایم بفروشیمش. ولی اگر سیل اسفند بیاد، اون معامله رو باهاش نمی کنیم، چون میگیم فروردین ممکنه سیل بیاد. متناظر با این احجام مینیمم ماکسیموم، ارتفاع هم مطرحه. این مثال واقعیه، یعنی این قراره که باهاش، یعنی داره باهاش یک برنامه ریزی واقعی انجام میشه. شما با این، یعنی تو اسلاید قبلی با این آشنا نشدید. گاهی اوقات برای کارفرما مهمه که حداقل یک مقدار از نیاز پایین دست پوشش داده بشه. توی دوتا مثالمون که حل کردیم گفتیم ریلیز باید کوچکتر از دیمند باشه. بعد گفتیم چون داریم ریلیز رو ماکسیمم میکنیم، ریلیز میاد میچسبه به سقف دیمند و دیگه نباید از اون بیشتر باشه الکی آب رو حروم بکنیم. دون شرایط اجازه پیدا میکنه صد یه جاهایی که مثلا اگه قیمت مطرح باشه، یه جاهایی که پول آب کمتر رها کنه، یه جایی که گرونتره بیشتر رها کنه. بهتون پیشنهاد میکنم که توی فایل لینگو چند تا ماه پشت سر هم دیگه بنفیت فروش آب رو تقسیم بر 10 کنید، بعد بنفیت های دیگر رو بیشتر کنید، یا اینکه اصلا بنفیت چند تا بسط رو ضرب در 100 بکنید، اون یکی بنفیت بذارید بمونه. میبینید که 100 در راستای قید این که پایین‌تر نباید بیشتر از 7 باشه، حاضر رها بکنه که پول بیشتری در بیاد، چون پول خوبی داره گیرش میاد. این قید از طرف کارفرما وجود داره. ما نمیتونیم بی توجه باشیم نسبت به کاوریج اهداف. بنابراین ابجکتیو تی و جی، یعنی ابجکتیو هدف جیوم، گل جیوم و در دوره تیوم باید بزرگتر از ابجکتیو تی و جی مطلوب ما باشه، ضرب داره یه آلفای جی که آلفای اون هدف هست. حداقل ما باید خودمون رو تو یک شرایط قرار بدیم که این رو اقناع کنه. مثلا برای شرب، این فقط برای گوتمن نیست، این برای صدای دیگه هم هست، ولی خب چون مثال ما ساده بود من این رو نیاورده بودم. مثلا برای شرب ما باید 95% اوقات پوشش بدیم نیاز پایین دست رو، و اون 5% باقی مونده اجازه نداره پشت سر هم دیگه باشه. یعنی شما باید 5% ضرب در 365 بکنید، 2 هفته چیز بدید، تشنگی بدید به شهر، نمیشه. برای کشاورزی 70%. شما نمیتونید بگید که من زمستون آب کشاورزی میدم، پاییزم همینطور، بهار همینطور، 70%ش مگه نمیشه 3 ماه تابستون رو نمیدم. نه، اینطور نیست. خدایی اونجا وجود داره. و باز ایران مثل بقیه کشورهای غربی نیستش که این چیزا براشون مهم نباشه. کشورهای غربی میگن جهنم، برق بگیریم، کشاورزم محصولش خوش شد، فقط پایتخت ما خاموش نشه. ولی ما تو ایران یه همچین چیزی نمیگیم. و قید آخر، سالینیتی میکس. اون خروجی ها همه وقتی میرن و با هم دیگه شروعشون میکس میشه، باید از سالینیتی مجاز کمتر باشه. این قیدی هستش که باز ممکن در دوره‌های مختلف متفاوت باشه. مثلا وقتی که ما داریم راجع به بهمن ماه حرف میزنیم، اجازه داریم سالینیتی رو ببریم بالاتر، چون کشاورزی نداریم پایین دست. ولی توی اوج مصرف، یا اینجوری بگم، کشاورزی کمتر وابسته هست به آب
ولی توی اوج نیاز پایین دست باید دقت داشته باشیم شوری حداقل توی یک بازه قرار بگیره که پایین دست صداشون در نیاد. خب 3 تا هدف بیایم برای این مخزن در نظر بگیریم. هدف اول این که ما نیاز آب پایین دست رو ماکسیموم کنیم. خود این نیاز ماکسیموم کردن نیاز پایین دست 3 تا تابع هدف میتونه داشته باشه. تابع هدف اولی همونی بود که توی مثال کومار کار کردیم. تابع هدف دوم اونی بود که تو مثال کارآموز کار کردیم که ببینید 2 تا زیگما داره. دقت بفهمید که 2 تا زیگما داره. در حقیقت باید 3 تا زیگما می‌داشت. دقت بکنید اینجا یه زیگما روی تیه در دوره‌های مختلف، یه زیگما روی ال که مجموع خروجی ها رو جمع کنه، یعنی هم اینتک به علاوه اسپیلوی به علاوه هیدروپاور باید ماکسیموم بشه. اینجا دیگه اون قسمت رو نذاشتم، جمع کردم کلا، ولی گفتم که باید در تی و در پرایس دی باید ضرب بشه. دی ها متفاوت، چون آب رو ما داریم مثلا به کشاورزی میفروشیم، به صنعت میفروشیم، به شرب میفروشیم. مقدار هزینه واحدی صنعت ما میپردازه بابت تامین آبش خیلی بیشتر از کشاورزی. کشاورزی تقریبا مفته. و غول‌پیکرترین تابع هدفش که از همه معقول‌تره، مینیمم کردن اختلاف مقدار آبی که پایین دست نیاز داره و مقدار آبی که ما در دستش قرار دادیم. دقت داشته باشید برای اینکه این مسئله فیزیکی درست در بیاد، یعنی ترجمه درستی از فیزیک مسئله باشه، باید نیاز کشاورزی و صنعت و شرب رو با هم جمع کنیم و این 3 تا در حقیقت دارن نیاز انوایرمنتال رو هم تامین میکنن. این 3 تا باید ماکسیمومش اختلافش حساب بشه اینجا. و یه مسئله دیگه هم هستش که ما ریترن رو هم باید بهش اضافه کنیم. یعنی مقدار آبی که کشاورزی برمیداره اینطور نیستش که این مقدار آب کلش از کارون کم میشه، یک مقدار از اون برمیگرده به کارون. این مسئله خیلی مهمه چون مقدار قابل توجه، البته با کیفیت خیلی پایین. 5 دقیقه مونده، چشم. و یه توان اینم اینجا من گذاشتم، این اگه توان 1 باشه میشه چیزی که من تا الان گفتم. اگه این توان 2 باشه یه اتفاق قشنگی میفته. اتفاق این هست که اگه این اختلافات کم باشه، یعنی کوچکتر از 1 باشه، به توان 2 که میرسه کوچکتر میشه، بی اهمیت تر میشه. ولی اگه اختلافات بزرگ باشه به توان 2 که میرسه اهمیتش بیشتر میشه. به صورت توان 2 با اهمیت تر میکنه. یعنی عملا یک سولوشنی که مثلا نیاز آبی 2 برابر خروجی هست، به اندازه 1 برابر خروجی حساب میشه، به توان 2 میرسه. اگه این سولوشن این اختلاف کوچیک‌تر باشه ولی بیشتر از 1 باشه، اون سولوشن اول رو بولدتر میکنه، برجسته تر میکنه. خب برای هدف دوم ما یعنی تولید برقابی هم باز 2 تا تابع هدف میتونیم متصور بشیم. تابع هدف اول ماکسیموم کردن خروجی تولید برقه، یکی هم ماکسیموم کردن سود برقه، چون ممکنه در ماهای مختلف متفاوت باشه. یکی از اهداف سد اینه که نمک داخل مخزن رو خالی کنه. دقت داشته باشید اگه من بخوام نمک خروجی رو ماکسیموم کنم، این اتفاق خاصی نباید برای کیفیت پایین دست به وجود بیاره، چون که من قبلا یه قید گذاشتم که شوری میکس باید کمتر از شوری مجاز ما باشه. پس با خیلی راحت میتونید تابع هدف رو استفاده کنیم. یک تابع هدف دیگه هم هستش که پیچیده تر هست
به خاطر اینکه در حقیقت وقتی که کشاورزی یک مقدار آب برمی‌داره، اون یک مقدار آب برگشته ریترن میشه، ولی با کیفیت پایین‌تر. تو این تا به هدف میتونیم اون رو هم ببینیم، یعنی فقط ملاک ما این نباشه که همین که آب از مخزن خارج شد و اونجا پاس کرد شرط ما رو، تمومه. میتونیم تا پایین دست این رو دنبال کنیم بیایم و این شرط باعث میشه که هیچ جا کیفیت کارون پایین دست گوسفند از کیفیت حداقل کمتر نشه. ممنونم ازتون، خسته نباشید.